سلام. مهاجرت به کانادا یه امر خیلی مهم و پردغدغه است. توی این پروسه نامه‌ها، علائم و اختصاراتی وجود دارن که اگر اطلاعات کافی راجبشون نداشته باشین با استرس جبران ناپذیری مواجه میشید. برای کار کردن در کانادا، پیشنهاد کار یا جاب آفر، مجوز کار یا ورک پرمیت، قرارداد کاری و داشتن LMIA مثبت لازمه. توی این ویدیو تاییدیه جذب نیروی کار خارجی یا Labor Market Impact Assessment یا به اختصار LMIA رو براتون توضیح میدم. همونطور که میدونید به خاطر اقتصاد رو به رشد کانادا این کشور با کمبود نیروی کار مواجهه و در واقع مجبور این کمبود رو با بکارگیری افراد مهاجر و غیر کانادایی جبران کنه. به خاطر حمایت کاری دولت فدرال از شهرونداش، کارفرماهای کانادایی باید دولت رو متقاعد کنن که هیچ کانادایی برای کار مورد نظرشون در دسترس نبوده و استخدام افراد خارجی هیچ حقی رو از شهروندان این کشور ضایع نمی‌کنه. برای اثبات این کار، کارفرما باید حداقل کار مورد نظرش رو 30 روز در جاب بانک یا بانک شغلی آگهی کنه و اگه پاسخ مثبتی از هیچ کانادایی دریافت نکرد، سازمان کار و توسعه اجتماعی کانادا یا ESDC مجوز جذب افراد خارجی یا LMIA مثبت رو برای کارفرمای مورد نظر صادر میکنه. بعضی از شغل‌های پرتقاضا و تخصصی نیاز به LMIA ندارن. شغل‌هایی مثل هنرمندای خلاق هنرهای نمایشی، ورزشکارا، مربیای حرفه‌ای، محققین علمی، پزشکا و کلی شغل دیگه که توی این مقاله ذکر شدن. هزینه LMIA برای هر شغل $1000 کاناداست که البته توسط کارفرما پرداخت میشه. داشتن LMIA علاوه بر ویزای کاری در برنامه مهاجرتی اکسپرس انتری هم تاثیر داره. این برنامه که متقاضیان مهاجرت رو بر اساس سیستم جامع یا CRS رتبه بندی میکنه و هر 2 هفته یک بار قرعه کشی میشه، 50 تا 200 امتیاز برای شرکت کنندگانی که LMIA دارن در نظر گرفته. اما بعضی از روش‌های مهاجرتی نیاز به تاییدیه سازمان کار و توسعه اجتماعی کانادا یا LMIA ندارن، مثل ICT یا C12 که به منظور گسترش تجارت و فعالیت صاحبان مشاغل در کاناداست، یا C11 که مختص کارآفرینان و سرمایه‌گذاران غیر کاناداییه. تاییدیه جذب نیروی کار خارجی کانادا یا LMIA جزئیات بیشتری مثل پروسه صدور یا میزان حقوق دریافتی داره که برای دونستن این جزئیات بهتون پیشنهاد میکنم این مقاله رو تا انتها مطالعه کنید و اگر قصد مهاجرت به کانادا رو دارید، خوندن مقالات این سایت به شما کمک میکنه تا با تمام روش‌های مهاجرتی این کشور آشنا بشید. و اگه سوالی براتون پیش اومده، با کامنت گذاشتن زیر همین مقاله با کارشناسان ناول تیره در میون بذارید یا اولین قدم برای مهاجرت به کانادا رو بردارید و فرم ارزیابیمون رو پر کنید تا کاملا رایگان مشاورانمون راهنماییتون کنن.